روز ما 24 ساعته، ولی ما میانگین فقط از 16 ساعتش استفاده میکنیم. میدونی بقیه روزمون چی میشه؟ ما بقیه روز همراه با بیشتر پستاندارا خوابیم و داریم خواب میبینیم. خوابامون میتونن از 3 تا 10 تا متفاوت باشن. حقیقت اینه که ما 1/3 عمرمون رو توی خوابیم. حالا توی این 1/3 چی میگذره؟ میدونی کجا میریم؟ تصویرایی که میبینیم چی هن؟ ممکنه معنی خاصی بدن؟ چرا بعضی وقتا اینقدر واضحن که فکر میکنیم اونجا واقعیه نه اینجا؟ خوابای بد چی هن؟ ما توی پادکست رویابین قراره با هم وارد این دنیای عجیب و شگفت‌انگیز بشیم. سفرمون تازه شروع شده. اگه دلت میخواد بدونی پشت اون پلکای بستت چه خبره، پادکست رویابین رو دنبال کن. توی کست باکس، یوتیوب و اینستاگرام هستیم. حتما سر بزن.